این دستگاه درستی کار حسابکنک برخی را میسنجد. اگر حسابکنک با معیارهای استانداردی جوابگو نباشد، باید به استفاده راه داده نشود. تاکنون چنین دستگاه در منطقه کلوب وجود نداشت. با باز شدن بینای نوی تاجیک استاندارد این تجهیزات هم به آن وارد شده است. حالا همه نوعی حسابکنک را می شود در اینجا سنجید. بینای نوی تاجیک استاندارد منطقه کلوب با مبلغ 4.5 میلیون سومانی بازسازی شده است. آن را ماه اکتبر به استفاده دادند. تا آمدن به بینای نو کارمندان این نهاد اجاره‌نشین بودند. کارمندان تاجیک استاندارد با بینای نو با 35 تجهیزات معاصر وارد شده اند. 35 منگوی تجهیزات بسیار تجهیزات خارجی هم از دولت روسیه، از ازبکستان، قزاقستان، از دولت چین. منطقه کلوب از 10 شهر و نواحی عبارت است. کارمندان تاجیک استاندارد حقوق دارند در این نواحی سنجش گذرانند. در گذشته کارمندان این نهاد برخی محصولات را تا آزمایشگاه‌های دوشنبه می‌بردند. حالا آنها میگویند که کارشان از گذشته خیلی سبک شده است. اما با وجود این اعتراف میکنند تاکنون کمبودیشان پورا حل نشده است. حالا این کارخانه نمیتواند جوابگوی معیارها بودن محصولات ساختمانی را سنجد. با گفته رهبریت تاجیک استاندارد آنها الحال آزمایشگاهی چنین محصولات را ندارند. برای این برابر وارد شدن به بینای نو به حکومت کشور پیشنهاد کرده اند که چنین یک آزمایشگاه را برایشان بنیاد کنند. تا آماده شدن آن ساختمانچیان باید از آزمایشگاه‌های دوشنبه یا باختر استفاده برند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلوب.